با سلام خدمت همه بزرگوارا. بنده احمد فاطمی هستم، جانباز شیمیایی و اعصاب روان. من هر سال اینجوری تاول میزنه بدنم. خواستم خدمتتون عرض کنم مسئولین مملکت که وقتی که میگید ما مدیون خون شهدا و جانبازان و ایثارگران هستیم، فقط خواستم قطعا بگم نسبت به ما مدیون نیستیم، مدیون اون آزادهاتون هستید که اون بر دنیا مبادا شب $1 کمتر به دستشون برسه از اشغال کاوارشون عقب بمونه. ما باید اینجا درد بکشیم، اون باید اونجا اشغال کنه. خواستم اینو فقط قطعا بهتون بگم، این بدن منه، خدا رو خوش نمیاد حق ما رو همه جوره ضایع کردید و من باید با این وضعیت بشینم پشت تاکسی تو این گرما کار کنم. من فقط قطعا خواهم گفت که اینقدر شعار ندید و از این وسیله که نسبت به ما جانبازا و شهدا و ایثارگرا مدیون هستید، تو رو به هر کی که اعتقاد دارید از این کلمه استفاده نکنید. فقط یه مقدار غیرت داشته باشید. اگر سر پست و مقام نشستی، از دولت هرچی خون شهدا و جانبازاست نشستی و حق این شهدا، این جانبازان، این ایثارگران رو پایمال نکنید. و من یه خواهش دارم و تنها آرزوم اینه، اگر کسانی که این ویدیوی منو میبینن، ازتون خواهش میکنم، یا اون اسطوره بزرگ، مرد بزرگ علی دایی منو میبینه، بگید یه جانباز شیمیایی تنها آرزوش اینه که یک بار ببیند. من نه کربلا دوست دارم نه مکه رو دوست دارم، فقط دوست دارم این اسطوره بزرگ رو ببینم که برای من یه مرد به تمام معناست، علی دایی. بعد لطفاً این شماره موبایل های منه 0939 186 80 87 0919 490 50 86. لطفاً این پیام منو اگه علی دایی خودش دید، من قابل دونست با من یه تماس بگیره. اگر ندید، کسایی که وصلن این کلیپ منو یک جوری به دست این مرد بزرگ برسونن، 2 کلمه میخوام باش درد و دل کنم و ببینمش. همگیتون رو به خدای بزرگ میسپرم. انشالله بهترین چیزها رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار همتون.